روایت است که یکی از دانشمندان به نام حاتم اصم چنین فرموده است: شرایطم خوب، همه چیزم تأمین است گفته مغرور مباش، زیرا بهتر از جنت منزل نبود، اما آدم علیه السلام در آن منزل به چه مشکلی های دوچار شد. بسیار عبادت میکنم گفته هم غرور نکن، چون که در روی زمین یگان جای نمانده بود که شیطان سر به سجده حق نگذاشته باشد، اما با این همه عبادت بر غرور تسلیم شد و به چه بلاهای گرفتار گردید. علمم زیاد است و مرتبه ام بالاست گویان مغرور مباش، زیرا بلعم باعورا یکی از عالمان برجسته بنی اسرائیل بود، اسم اعظم الله را خوب می دانست، لیکن در عاقبت بر یک نفر کافر مبدل گردیده خوار و ذلیل مرده رفت. هم صحبت صالحانم با اهل ضیا سلام علیک دارم گفته هم مغرور مباش. در گرد و اطراف رسول الله صلی الله علیه و سلم که بزرگتر از آن کس نفر در دنیا نبود و نمی شود، هم صحبتان حتی خویش و تبار هم بودند که این حالتشان به آنها منفعت نبخشید. یکی برای مثال ابو جهل نتوانست که مسلمان شود. اصل و نسبم بزرگ است گفته هم غرور نکن، زیرا الله تعالی در سوره هود فرموده است بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. ای نوح، فرزندت از اهل تو نیست، او راه کفر را پیشه گرفته است و این عملی بد است. باز در سوره مؤمنون فرموده است بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. وقتا که قیامت برپا می شود در بینشان یگان خیل اصل و نسب نمی ماند و بین هم سؤال و جواب هم نمی کنند. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.